دلم بیا جلوتر مثلا شما خدمت شما عرض کنم کار ما هم شده. خدمت شما عرض کنم غذا دادن به اینا. چجوری بهتون بگم؟ نمیگن آدما قدر همه بدونید دنیا ارزش نداره. امروز هستی فردا نیستی. این حیونا ما الان امروز میام غذا میارم، فردا میان میبینیم 1% مینی آقا نباشن، آماده بشن برده بشن. پس تا روزی که هستن ما تلاش میکنیم، محبت میکنیم، غذا میدیم. البته ایران بگم یک لنگی تا جایی که تا شوهای خودمان کشیک میکشیم، شدیداً مواظبت میکنیم خدا اینه موی از سر اینا کم نشه. یعنی با تمام قدرت داریم حمایتشان میکنیم تا جایی که بتونیم جلوی حیوان آزار و پیمانکار و اینا رو تا جان در بدن داریم جلوشان میگیره. ولی خب باید محبت کنی. یه جایی هم ما نیستیم دیگه، شهرداری مینی همین